حجاب گفته است از 5 حرف عبارت است. 5 حرف بینید فرمان سخت است عزیزان من. سوره حجرات الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی، ای پیغمبر، این فرمان بین، ای پیغمبر دست الله سبحانه و تعالی، قول ازواجک، بگو، اول زنها تا بگو، زنهای ما مومنان بگو. گفت خدا، این خدا فرمانش هست، این فرمانی مخلوق نیست که اینا سرکشی کنی و زید این کار کنی. خدا بازی نکن، فرمان خدا سخت است. خدا اگر در غضبش گیرد، گفتی شیخ سی مدعی خاص که میگد از به کند ریشه ما، خاطر از آن که الله است در اندیشه ما. این کافرها چی خداوند میخواهند؟ خاموش کردن اسلام، خاموش کردن منوتو، خاموش کردن محو کردن قرآن. ما مسلمان شده با محو کردیم قرآن، ما مسلمان شده دیده و دونسته با زیدی خدا برویم. بعد کجای ما مسلمان بشه؟ کجای ما باید ایماندار بشه؟ این مسخره بازی است عزیزان من. با اسلام شوخی نکن. حضرت بیدل ادبگاه محبت شوخی ناز بر نمیدارد. تو شوخی را با بچت که، با زنت که، با اکت که، با جورت همسایت کن، بدی نکن. با شما بود صدای خدا. آموزه شدن را فراموش نکنید. باور میکنین کسی که یک دنجه غیش میمونه، یک غیشت تیلا را در جنت منتظر شود انشاءالله خدا خواهد. چون که این همش پاداش خدا خواهد. کسی که در دنیا مسجد میسازد، در جنت قصرش میسازد. پادشاهیش این قصره که نه چشم دیده انشاءالله، نه در خاطر گذشتگی. و قصر عادی نیست، هر یک غیشتش تیلا انشاءالله خدا. حتی اینکه سخاوتمندان اولین شده به جنت میدراید. الله سبحانه و تعالی خدا خواهد این سخاوتمندان کش و قوتیت. شما استای محترمم انشاءالله خدا کش و قوتیت در امرات و در رزقات و در کسب و کارات و در خاندان تو اعلی برکاتتون نماید. و اینچنین این مسافرایی که از وطن دور هستند، خدا آن صحت برده است، سلامت، با کیسه های پر، با روهای سرخ، کدامشون سخن از کدام وطن باشدم، قطعی از تاجیکستان می، قرقیزستان می، یمکن سال قزاقستان می، کجایی که باشدم انشاءالله به یک دولت های مکمل به خاندانشو برگشتن اعلی اله نصیبشو بدارد. همه سخاوتمندان خداوند از بلاهای ارضی و سمایی در حفظ و پناهش اله نگهبان باشد. در قطاری ها ما و شما غریبانم. دم غنیمت از زانی من، آدم غنیمت. اینم بعد 3 4 5 ماه بعد این دروازه سخاوت ما میپوشیم. کسانی که داد الله میتیش، کسانی که نداد و یار هم الله بتیاد. ما هیچ کس دعای بد نمیکنیم. کسی که خدا خواهد میتید نمیتید الا انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی ویهان دم بتید. ویهان هم خدا خواهد دولتش زیاده کند. نکی بعد پشیمانی دارد. روزی میاد که قیامت نزدیک شود، اگر آدم ها همه را خدا بای میکنه است. آدم ها بایگیش دردش برداشته می آمد است. برادر همین قبول که دعا کن میبخشی. دیروز محتاج بودم می آوردی میگرفتی، امروز اگه محتاج پلیت نیست، روزی میشید است. امروز ما محتاجیم انشاءالله خدا خواهد. امروز ما محتاج آباد خانواده محتاجیم. امروز انشاءالله خدا خواهد. کسانی که دستگیری میکنند الله و او را دستگیری کند. الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی بعث الانبیاء و رسول هدایت العباد و افضل الصلاة و اتم السلام علی رسوله محمد خاتم الانبیاء و المرسلین حب القلوب و شفائها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله امروز روز مبارک جمعه الله سبحانه و تعالی یعنی دیدار یکدیگر دیدن الحمدلله مناسب دید. هفته گذشته به یک سبب ها خدا خواهد در سفر شدیم در دیگر مسجد انشاءالله بیانی قاضیت انشاءالله خدا خواهد ولایت فرمانش کتی
در مسجد تکلیف شد انشاءالله با صحبت کردیم. الحمدلله امروز با خدا خواهد در مسجد میخودمون انشاءالله و شما عزیزان یک خدا خواهد ساعتی مقرری انشاءالله خدا خواهد صحبت میکنیم. امروز الحمدلله صحبت ما در دو پخش میشود انشاءالله. یکی آفت زبان، یکی دیگرش انشاءالله 10 گروه انسان ها را الله نمازش قبول نمیکند. انشاءالله خدا خواهد سوال شدگی است که چندین انسان ها نمازش قبول نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث خدا خواهد بیان میکنیم انشاءالله در آخر. و به یاردمی الله سبحانه و تعالی صحبت خدا خواهد آغاز میکنیم و به صلوات محمدی صلی الله علیه و سلم، چونکه پیامبر صلی الله علیه و سلم انن انشاءالله خدا خواهد یعنی در اسلام خدمت انشاءالله به شمار کردن، اما شمار اکثر مونه انشاءالله خدا خواهد رای حق رای خوب نشان دادن. گفتی شاعر فدای محمد جان و دل من، که او گشته باعث ایمان من، پرستیش خدا را به ما یاد داد، پرستیش مخلوق برباد داد. الحمدلله باعث ایماندار شدن ما شما از من همین که از محمد صلی الله علیه و سلم است. محمد آمد صلی الله علیه و سلم و مبعوث پیغمبر شد الحمدلله و ما شما را خدا خواهد از پرستش مخلوق رهانید و پرستش الله حق سبحانه و تعالی برای ما شما آموزانید. الحمدلله که امروز ما شما شدیم خدا پرست و یکتا پرست و الله سبحانه و تعالی را انشاءالله خدا خواهد معبودی برحق دانستن سببگارش محمد صلی الله علیه و سلم است. برای همین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میتونین چقدر انشاءالله خدا خواهد صلوات گوییم و چقدر انشاءالله خدمت کنین کم است. خدا خواهد انشاءالله تا جان داریم انشاءالله خدا خواهد خدمت الله و خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خدمت شریعت و دینی مبین انشاءالله کردن الله همه اون چکا کند موافق گردوند انشاءالله خدا خواهد. و امرأتون حرتون تسلی بغیر خمارین، و یک زن آزاد که وقتی که بیرون نماز میخوند الله سبحانه و تعالی نماز به قبول نمیکند. عزیزان من بدن کل زن شما عورت است. والحرة میگه کل بدنها الا وجه والکف والقدم. مسئله فقهی نمیگه بدن تمام زنهای آزاد رو یعنی عورت است مگرم روش کفی دستش کفی پاش عورت نیست. خلاص عزیزانی من اگر زن شما این بنده که دستش میدونن بنده که دستش اگر کشاده شد نماز خدا قبول نمیکنه. این بندی دستی زن عورت است. بگو کرتای چوزمدار کنه اینجاش محکم بیسته. برای چی زن گوشه نمیکپد؟ برای چی مردا گوشه میرسونن؟ چون که مردها را در نماز خوندن برداشتن این بندای دستاش کشاده شدن سنت است. مرد باید که بندی دستش لباس اینجا باشد، این بندی دست کشاده شده باشد. زن برعکس این محکم باشد. یا که عاشقی پای زن است که منیم عاشقی پا تو عاشقی پا میشیم و پاش اشتالی کرد انوایش هم عورت هست. اگر در نماز کشاده شده نماز شاید میخونه. بینید برای همین انشاءالله بینید که در نماز باور کنید که عورتی و پیغمبر اعتبار دادن و در کوچه بالکل عورت هست. زن تا بگو حجاب بکنه، این حجاب فرض الهی از دانیم، این قانون خداوند است، این فرض فرمان الله هست. شما میتونید با سوره خدا نور آیت 31 سوره احزاب آیت 50 مراجعت کنید. الله سبحانه و تعالی چی فرمان میتید، فرمان سخت است از زانی من. سوره حجرات الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی ای پیغمبر. این فرمان بین ای پیغمبر دست الله سبحانه و تعالی قول ازواجک بگو، اول زنها تا بگو، چند تایی که محمد زن داری زنها تا بگون حجاب بکنن.
والبناتیک دخترات بگو. زیر دست ما شما چند دختر وجود دارد؟ عروس ما است، میگیم که دخترامون است و یادم میگه این فرمان همه دام است. ما شما امتای محمدین هم عام است که ما هم یا ایوه النبی زیرش من و شما هم میدرایم. میگه دخترات بگو محمد کوچه میبرایم عورتاش نمکن حجاب کنن. و نساء المؤمنین زنهای ما مؤمنان بگو گفت خدا. این خدا فرمانش هست، فرمانی مخلوق نیست که اینا سرکشی کنی و زید این کار کنی. زید این حجاب میبره کافر میشه. اگر با آت زن تا بگوی که زنک جان حجاب کن و اکی حجابت با من در کار نیست، نعوذ بالله نکاحت بریده میشه بین زن و شوهر. چون که به فرمان خدا میتونی که میتونه فرمان خدا را این کار کند. شخصی کافر به ایمان فرمان خداش این کار میکند، حق نداری. میگه بگو میگه مؤمنا را یدنین علیهین من جلابیهین. عزیزانی من میگه بگوشو میگه وقتی که کوچه میبرن در سرشو چادر گیرن، عورتکاش محکم کنن انشاءالله خدا خواهد و با کوچه برایند. یک عالم بزرگ بینین حجاب گفته است از 5 حرف عبارت است. 5 حرف بینین. هیچ گفته است حیا، چون که آدمی حجابدار با چی میشد؟ با شرم و حیا میشود. انچه مردم نگاش نمیکند، میترسد. باور کنید حجابدار دبشی خودت سر تا زمین خم میکنی که نگاه که این مرد عباره من تماشا کرد یا نمی حیا میشید از زن کنه انشاءالله خدا خواهد. ایش باشد ایمان، ایمانش بقوت میشود وقتی که خدا خواهد با شرم میشود، با حیا میشود. جینش جسارت پیدا میشود و غرور، الحمدلله غرور انشاءالله اسلامی، غرور دینی الحمدلله خدا خواهد. محبت الله و پیغمبر در قلبش جای میشود، جسارت پیدا میکند. بینید آش میگد آداب پیدا میکند. وقتی که شرم و حیا که ایمان در قلب جایگیر شد و با آداب میشود، هرگز به ادب نمیشود. بینید عزیزانی من یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد بیش بنده خدا میشود. وقتی که فرمان خداش همون زنها که حجاب کرد، صدرش که محکم کرد انشاءالله و چی میشود؟ الحمدلله خدا خواهد انشاءالله یعنی بنده خدا میشود. آخرین حرفی بیش بندگی خدا بجا میاد. ما شما بندگی خدا کی بجا میاریم؟ که فرمان الله کنیم، فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنیم، فرمان شریعت دادگی رو کنیم، بعد ما بنده خدا میشیم. هم تو بنده خدا نمیشه به نماز باشی و به روزه و به زکات و به حج و فرمان خدا رو سرکش باشی، تو گجات به ایمان میشه، گجات تو فرمان خدا کنگی میشه. برامین عزیزانی من با فرمان خدا بازی نکن. فرمان خدا سخت است. خدا اگر در غضبش گیرد گفتی شخصی مدعی خاص که میگد از به کند ریشه ما، خاطر از آن که الله است در اندیشه ما. این کافرها چی خدا میخواهند؟ خاموش کردن اسلام، خاموش کردن منوتو، خاموش کردن محو کردن قرآن. ما مسلمان شده با محو کردن قرآن، ما مسلمان شده دیده و دونسته با زیدی خدا برویم. بعد کجای ما مسلمان بشه؟ کجای ما باید ایماندار بشه؟ این مسخره بازی هست عزیزان من. با اسلام شوخی نکن. حضرت بیدل ادبگاه محبت شوخی ناز بر نمیدارد. تو شوخی را با بچت کن، با زنت کن، با عکت کن، با جورت همسایت کن، بدی نکن. بهادی نقشبند یک دو مثل شعر خوب میگن چوبی خدا صدا ندارد بعد از زدن دوا ندارد. و چوبی خدا قدم که میزنه که کورت میکنه، شعرت میکنه انشاءالله خدا خواهد. سکته دلت میکنه که این عرض میکنیم در بالای من شکایت میکنی کجا و کجا. الله زنت که این شکایت میکنی. این دم سببگار منو خودمون میشیم. تو از خودمون نگذرد. هر چیز آره میگه حدی اعلی است، از حد گذرد رسوا شود. از زان من میخواندم بسیار خندیدی اپتم یک شپلاق میموند یا نمی بسیار خواندم حد گذروندی پدر یا لغت میموند دیگه از حد گذشت بشه یا نمی. خدا هم همچنان است. از حد که گذروندی با خدا مسخره بازی کردی
خدا را انشاءالله خدا خد جزات میدید. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم گفتند قال النبی صلی الله علیه وسلم عشرة نفر لن یقبل الله تعالی صلاتهم. 10 گروه انسانای هستند که الله سبحانه و تعالی نمازاش قبول نمیکنه. اگر از 10 گروه باشی حاضر خدا خد توبه کردگی، حاضر برگرد انشاءالله خدا خد. این سخنی من نیست، سخنی پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم است. یکی همین کی بود است؟ رجل صلى وحیدا بغیر قرائتی، یک مرد که به قرائت نماز ادا میکند. عزیزان من، البته شما نمازخوانه هستید، ما شما را دوست می‌داریم. همین نمازاتون الحمدلله قرائتاش سوره ها را درست تلفظ کردنش حرکت کنید خدا خواهد انشاءالله. نتونیم بیایید ما در خدمت شما هستیم انشاءالله خدا خواهد. یا که از یعنی خدا خواهد قاریای خوب گوش کرده هیچی نباشه که کم 5 هم اکثر ما شما 5-10 سوره میدانیم، طوری می؟ یا از سوره اخلاص تا مثال فیل میدانیم، 10 سوره که کوته که الله سبحانه و تعالی عادی ساده ترین در قرآن نازل کرده است هم میدونیم. همین سوره را که حرکت کرده خدا خواهد تو را کاملا به خطا خوندن حرکت کنیم برادر. انشاءالله خدا خواهد میشود. نمیشدگی چیز نیست خدا خواهد انشاءالله. دنیای با همه چیکار میکنیم؟ میاییم دنیای با همه 5 وقت نماز گیم که خونده سادیم الحمدلله، لیکن کمبودی هاش خطاهاش اصلاح کنیم. نزدان من گفتم که نتونین خدا خواهد امروز الحمدلله قاریای معتبر بسیار هستن، لک قاریا در خدا خواهد شبکه های اینترنتی جلو میزنن. یک بگیرن عین همون سورهایی که قسقه مایدشه خدا خواهد دائم گوش کرده گردیم، چیم جای سرود و چیم جای کلمه بیمانی و جای خدا خواهد حجبیه و بلا و بدتر زنده خدا خواهد انشاءالله چقدر وقت مصرف میکنیم. تو نمی در ماشینک دستی هم ترنگ مونش خدا خواهد قسقه شد نتونه بیاین ما هم قسقیکاش بریده شما جا کرده میتیم انشاءالله خدا خواهد. تلفونات نکرده میتیم دائم همسه خدا خواهد. یک روز اگر لازم شاید گنده 100 بار گوش کردن ممکن. دست بکار دل بیار. مفتی بهادی نقشبند رحمت الله علیه دست کار کرده میگه دل ذکر کردن میگه دستانی من. دوم کی است؟ و رجل لا یؤدی زکات، مردی که زکات ادا نکنه از دانی من. کسی که پول مالش به زکات میرسد، وقتی که شما پول مال میارید 1 سال خدا خواهد پول با دور میزنه، 1 سال خدا خواهد 1 سال مکرری که دور زنونده شما در بعد زکات چی میشه؟ واجب میشه. اگر او زکات نتی او پول بلا میزنه برادران. بیماری ها هر گونه سال خدا میتید هوای نصفش کم میگردی. چه امروز خدا خواهد انشاءالله ای 35-40 میلیون گیم که 701 میلیون پول میتی نیکی تا سال دیگه خدا خواهد به او 45 میلیون با الله برکت داده گردن میتی. بانک الهی نه خدا خواهد محافظت میشه، حفظ میکنه خدا. نه ترسیش میگه این شیطانی معلوم شما رو میترسونه یا همه که تو خودت با خدمت کردی این یکی خدای کمبغل خدا خودش کمبغل کرده خدا زدهش با تو برادر سیر میشود میگوی با همچنین باید قوم جمعه سخن رفته این خودش کمبغل باشه خودش حرکت نکنه نه دور نه نکنه این یک جا خدا میتیش یک اگر در تقدیر کشیده باشه حواله نشه که بکو زنی هم بای نمیشه. این کمبغل کی میکنه؟ الله میکنه. بلکه تنها را میزنی یه روز خود بانکرات میشه، خود یه روز تلبنده میشه خدا خواهد انشاءالله. در این چند کس پول گفته میره. برای این جای خندن است، جای خدا خواهد توبه عبرت است. برای این انشاءالله زکات را حرکت کنه انشاءالله ادا کنه خدا خواهد. کسی پول ما زکات نتید الله نمازش قبول نمیکنند عزیزان من. یکی دیگرش ورجل یقوم قوما و هم له کارهون، یک مردی که یک قوم در امام میشه و قوم و امام گنده میبینه از لانی من همون امام هم نماز قبول نمیشه. باید دیمه که کسی که خدا خواهد انشاءالله بالا یگان انشاءالله خدا خواهد امام میشوی البته همون قوم راضیگیشه باید گیریم. یعنی که قوم من برای شما امام میشم شما چی میگید؟ راضی میشن من امام میشم نباشم الا شرط نه هم با خدا خواهد انشاءالله عبادت نماز طاعت قبول نشه پیش الله نشه. برای چی؟ خدا خواهد باید که انشاءالله با قوم هماهنگ با قوم یک جایه انشاءالله خدا خواهد حرکت کنن. چون که شما هستیم ما هستیم
شما نباشه ما ایمامی کی در کار است؟ شما نباشه ما کی نصیحت میکنیم؟ هیچ کس نه در کار نیست نصیحتی ما. همین انشاءالله کسی که ایمان میشود اگر قوم بعد میرد الله سبحانه و تعالی نمازش قبول نمیکنه. و رجل مملوکون آبیخون، اکنون الحمدلله این چیز نیست. یک کس غلام میگیرد و او غلام گریخته میرود، اطاعت نکنه تا برگشته اومدنش همون غلام الله سبحانه و تعالی عبادتش قبول نمیکنه. الحمدلله این چیز مونده نیست که شکر به خدا یک زمانی آزادی نه، الحمدلله زمانی غلامداری و زمانی قلی نیست، الحمدلله بیادت شکر. یکی دیگرش و رجل شارب الخمر مدمنون، و یک کسی که میگه دائم عرق خورده میگردد. مدمن الخمر گفتگیش پیوسته دائمی، یعنی آدم عراقخور اگر توبه نکند از تعتی دیل، چون که عراق هم حرام است از نانی من، اگر حقیقی توبه نکند انشاءالله خدا خواهد توبه که انشاءالله بازی نیستیم. حتی مدمن الخمر را بعض کتابان دیدم میگد اگر در 5 سال یک بار با بخورد، در 10 سال یک بار با بخورد، با دلش مایلی همون خوردنی همون حرام است. بینید میگد به نماز الله قبول نمیکند، بلکه توبه کنی انشاءالله خدا خواهد از تحت دل. استعیذ بالله توبوا الی الله توبة نصوحا، یعنی توبه کنین توبه نصوح، هرگز دیگه مجبورت میکنمی زستاویتون میکنمی ترا. اگر از خدا بترسی خدا خواهد نمیکنی. باید که ما مائل رغبت به گناه نداشته باشیم از ذهن. این توبه کنه می خدا خواهد انشاءالله توبه حقیقی شود، ارگینال شود. و امرأتون باتد و زوجها ساخط علیها، و یک زنی که میگد شب تا سحر صبح کنوند و شوهرش ناراضی باشد، الله نمازش قبول نمیکرد است. اجازه نبرید عزیزان من، زنها تو را بگو تا شما راضی نباشین الله سبحانه و تعالی جنت نمیدارد دو زنه. اگر شب شما گفتش که در کنار من خواب میروید زنم جان، در آغوش من خواب میروید، اگر وی سرکشی کندو جاگش جدا کندو تا سحر فرشتان لعنتش میگن، نماز همون زن الله قبول نمیکند، چون که با واسطه شما قبول نشود. شما مرد که ایاد نبرارین که شما را تمام طاعت و عبادت با واسطه پدر و مادر تو قبول نشود. بهترین حق سری شما حقی پدر و مادر است و بهترین حق بالای زن حقی شوهر است. زانی من فهمانه میاد سرکشی نکنن انشاءالله خدا خواهد. من حیران میشم میگوش تا ما گرفتنم خداش نمیکشم. لجومو کندگی ایا گمبر سرکنه و فالا کرده برم ای آتش بیچاره سرش گرم روز تا بگو مرده که بغیرت تصیر میکنه نو انصاف بابای فوتیش تو مردش هم جبره پاکته ای بی نومس دستی و قفیدنش تانیکا حرامه بدبخت. از خدا نمیترسی. زینا آج گیرد زمین میکشه و شیاره یاد نبرد. پیامبر دو چیز اگر در قوم جمعیت ظاهر شود بلا را منتظر شه، گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی زنا و یکی پرسنت. اگر قوم و جمعیت ما پرسنته و پرسنخ شود، زنا در قوم قشلاق ما شما جاری شود، همه خاموش باشیم، همه دهنام را خب کنیم، بلا را منتظر شود. این وعده خدا هست سبحانه و تعالی. همین از الله انشاءالله خدا خواهد بترسن انشاءالله خدا خواهد این زنها. و یکی دیگرش آکل ریبا، کسی که خدا خواهد انشاءالله یعنی پرسنت میخورد. عزیزان من پرسنت هم حرام است. من چند مراتب انشاءالله خدا خواهد در صحبتام انشاءالله پرسنت از یک کس پول میگیری و میگد که خدا خواهد من این 1 میلیون پول ماه دیگر 1,100,000 کرمیتی یا که یک سوم زیادی کند هر ماه خدا خواهد انشاءالله کرمیتی اینا پرسنت میگن، سودخوری میگن تاجیکستان. این حرام است، از گوشت خوک نه حرام است. 73 خدا خواهد انشاءالله جنایت جزا دارد. این پسترینش کسی که پرسنت چینگشه با مادر خود زنا کردی برابر است.
از خدا بترس، بتی خدا خود در راه الله تی یک ماه دو ماه و سه ماه قرض حسنت خدا خود با امید ثواب چقدر همون برادر خدا خود ثواب بگیره، همون ثواب در نامه اعمال نیسته میشه عزیزان من انشاءالله. یکی امام جائرون، یکی انشاءالله پادشاه ظالم عزیزان من، یا که انشاءالله خدا خواهد امامای، یعنی ما و شما پرزیدنت هستیم، خونه‌مون اگر ظالم باشیم، ظلم کننده باشیم نسبت عائله‌مون، نسبت زن، نسبت خدا خواهد فرزندکامون، نسبت همسایه‌مون خدا خواهد، یا که پادشاهی که ظالم میشود عزیزان من، ظلم نکنین انشاءالله. این ظلم عاقبتش خانه خرابی است، ظلم عاقبتش وای است عزیزان من، چون که خدا خود ظالم نیست. خدا خودش چی میدونی شما؟ میلیون گناه کردی خدا بندم بیافته است. بینید میلیون گناه داریم، اگر این گناه نما شما الله آشکارا کند گرفته میریم ایشیا، نیکی باید استغفرالله کتی بخشیده است. بینید خدا هم خیر نخواه ما یک قوم و جمعیتی که خطا کرد، یا یک زن خطا کرد، یک دختر خطا کرد، یک همسایه خطا کرد، یک بچه هم خطا کرد و بخشیدش نتونیم از زانه من. و یکی دیگرش انشاءالله برجول لا تنتهان صلاته عن الفحشاء والمنکر، یک مردی که خدا خواهد انشاءالله نماز میخونه نه که از فحش و فاحشه خالی نیست. فحش و فاحشه چی است؟ سه تا آدم در کوره برای کلاس کردن اگر یک بیکوره چه بوده مراجعه کنیم. هم نماز میخواند هم گناه میکند از زمان، نماز میخواند هم گناه میکند، گاه حرام میخورد، گاه زنا میکند، گاه غیبت میکند، گاه پرسین میتید. این نماز الله قبول نمیکند از دیوان نبرده. باید که نماز شما بالکل خالی از چی باشد؟ از گناه باشد از ظالم. درست؟ بالکل خالی از گناه باشد از ظالم. زنج خدا خواهد انشاءالله چیکار کنیم؟ لا یزداد من الله تعالی الا بعدا. خدا میگه این زیاده نمیکنه کاراش، نه مگرم از اینا دور میشه الله. این گناهی که در سر داره بالا که ذکر شد الله سبحانه و تعالی بجای به شما نزدیک شدن الله از ما شما دور میشید است. یعنی نزدان من کسایی که این خصلت ها از توبه کنن انشاءالله خدا خواهد رو به طاعت بیا، رو به عبادت بیا، چون که ما طاقت عذاب الهی نداریم، ما نداریم طاقت. یک شب خدا خواهد ای خامون چقدر عذاب میکشید الله سبحانه و تعالی یک چکلیکت خدا خواهد در کنونه خدا که جان زدن نمیتونی نداری میگه در کفی پا طاقتی خار دلیلی چون کنی دل گلخنی نا. یک خورک یک زنبر گزد چقدر گریه میکنی، چقدر داد میگویی. یه عذاب خدا نباش خیلی ما طاقت میکنیم، بلکه خدا من میدونم بیمارایی هستن که از حد گذشتگی باور میکنین پیش دور مانده نمیشود. امروز پشیمون است، بعد این کار گذشت حواره نشد و پشیمانی تا در سرت میزنی. یک بار خدا پریجدتت میکنه، کم تا داده میبیند، دو بار پریجدت میکنه، دیمان نگشتی، سیم پریجدت سخت میشود. چون که خدا هم دوست نمیداره گناهگار، خدا هم آدم صالح خوب طاعت عبادت کننده خوب کننده رو دوست میداره. من انشاءالله عزیزان من از این چیزها خدا خواهد هممون دور شیم، هممون انشاءالله خدا خواهد توبه کنیم. با امید خدا خواهد من اومده شدیم یک ساعت دو ساعت عبادت میکنیم، با امید شب و روز نمازهای خفتن و بامداد میاییم، اکنون باید که الله قبولش کند انشاءالله عبادت ها. چی کردیم اگه خدا خواهد انشاءالله تو روزا نمیدونستیم رسا کردیم اگه بیایید برد کنیم انشاءالله توبه کنیم خدا خواهد انشاءالله بیاری واسه خدا بیاییم. الله سبحانه و تعالی مهربان است.